بسیار سپاسگزارم خانم میلمن، رئیس پاکستون، نمایندگان خانواده اوگدن، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه براون، میهمانان ارجمند، بانوان و آقایان. خانم رئیس، از معرفی بسیار محبت‌آمیز شما صمیمانه سپاسگزارم. برای من افتخار بزرگی است که سخنرانی اوگدن را ارائه می‌کنم. در جمع سخنرانان برجسته پیشین این برنامه قرار می‌گیرم و به یاد و خاطره استیون اوگدن ادای احترام می‌کنم. همچنین بسیار خرسندم که در مراسم افتتاحیه آخر هفته 250مین سالگرد تأسیس دانشگاه براون حضور دارم. یا شاید بتوان گفت در جشن پایان نخستین ربع هزاره دانشگاه براون. من همواره احساس تعلق عمیقی به دانشگاه براون داشتم. پسر بزرگم که اکنون با دقت به من نگاه می کند، از دانش آموختگان دوره 1995 دانشگاه براون است. همچنین این حقیقت را گرامی می دارم که این دانشگاه به من دکترای افتخاری اعطا کرد و در همان زمان این افتخار را داشتم که سخنرانی مراسم دانش آموختگی را نیز ایراد کنم. آموزش و پرورش من آمیزه‌ای از سنت‌های اسلامی و غربی بوده است. حدود 56 سال پیش، زمانی که در دانشگاه هاروارد مشغول تحصیل بودم، مسئولیت امامت اسماعیلیان به من واگذار شد. همان گونه که اشاره شد، این یک نقش سیاسی نیست. اما اجازه دهید تأکید کنم که در باور اسلامی، جهان معنوی و جهان مادی به گونه‌ای جدایی ناپذیر به هم پیوند خورده‌اند. ایمان باید دغدغه ما را برای بهبود کیفیت زندگی انسان در تمامی ابعاد آن عمیق‌تر سازد. این همان هدف والای شبکه توسعه آقاخان است که رئیس پاکستون آن را به خوبی توصیف کردند. گفته شده است که ارائه یک سخنرانی دانشگاهی مؤثر مستلزم آن است که انسان با جسارت پیشبینی‌های مهمی درباره آینده مطرح کند. شاید بتوانم بگویم که رئیس پاکستون امروز مرا در موقعیت اندکی دشواری قرار دادند. زیرا از من دعوت کردند تا بار دیگر در دانشگاه براون سخنرانی کنم. چالش بازگشت برای ایراد دومین سخنرانی این است که باید توضیح دهید بار نخست در کجا اشتباه کرده بودید. وقتی اکنون به حدود 18 سال پیش، یعنی سال 1996 نگاه می کنم، به این نتیجه می رسم که در واقع میزان تغییراتی را که در سالهای بعد رخ خواهد داد دست کم گرفته بودم. اگر 18 سال پیش دانشجوی دانشگاه براون بودید، هیچ دوستی در فیسبوک نداشتید و هیچ کس را در توییتر دنبال نمی کردید. و شاید از آن هم غم‌انگیزتر این بود که هیچ کس نیز شما را دنبال نمی کرد. در آن زمان هنوز پیام رسانی فوری، اینستنت مسیجینگ وجود نداشت. در حقیقت اگر درست به یاد داشته باشم، مردم آن روزها از تلفن خود عمدتاً برای صحبت کردن استفاده می‌کردند. در واقع حتی پست الکترونیکی، ایمیل نیز در سال 1996 هنوز پدیده‌ای نسبتاً تازه به شمار می‌رفت. و اینها تنها آشکارترین نمونه‌های دگرگونی‌های بنیادینی هستند که جهان ما را متحول ساختند. پس این دگرگونی‌ها چه تأثیری داشتند؟ ما اغلب نوآوری‌های فناورانه را سرچشمه‌ای بزرگ برای امید به آینده جهان می‌دانیم. می‌شنویم که چگونه اینترنت می‌تواند از مرزها فراتر رود، به همه ما کمک کند تا با یکدیگر در ارتباط بمانیم و امکان دسترسی به اطلاعات را از هر منبع قابل تصوری فراهم سازد. اما شایسته است به یاد داشته باشیم که چنین امیدهایی در طول قرنها همواره با ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی همراه بوده است. از ماشین چاپ گرفته تا تلگراف، رادیو و تلویزیون. با این حال، در هر یک از این موارد، هرچند بسیاری از امیدها تحقق یافت، اما بسیاری دیگر نیز برآورده نشد. در نهایت، کلید همکاری، همبستگی و تفاهم میان انسانها نه در پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، بلکه در شیوهی نهفته است که انسانها از این ابزارهای فناورانه استفاده می‌کنند.
یا از آنها سوء استفاده می‌نمایند. یکی از خطرهای جهان جدید ارتباطات نقش بالقوه آن در تقویت آن چیزی است که من آن را نیروهای فزاینده گریز از مرکز در روزگار ما می‌نامم. یعنی نیروهای تفرقه، پراکندگی و از هم گسیختگی. به باور من، این نیروها می توانند انسجام جوامع دموکراتیک و کارآمدی نهادهای دموکراتیک را با تهدید روبرو سازند. بی تردید انقلاب اطلاعاتی برای افراد و جوامع می تواند نیرویی بزرگ برای رهایی و توانمندسازی باشد، اما در عین حال خطرهای مهمی را نیز با خود به همراه دارد. دسترسی به اطلاعات بیشتر تنها با چند لمس انگشت می تواند به معنای دانش و آگاهی بیشتر باشد. اما در عین حال می تواند به کاهش تمرکز، قضاوت‌های شتاب زده و وابستگی بیشتر به برداشت‌های سطحی و گذرا از رویدادها نیز بینجامد. ارتباط آسانتر و مکررتر می تواند انسانها را به یکدیگر نزدیکتر سازد، اما از سوی دیگر ممکن است ما را وسوسه کند که بخش بیشتری از زندگی خود را درون حباب‌های اطلاعاتی کوچکتر سپری کنیم. گروه‌هایی که هرچند ارتباطات درون آنها فشرده‌تر است، اما اغلب از جامعه گسترده‌تر جدا و منزوی‌اند. امروزه در همه جا افراد بیشتری را می‌بینیم که ایستاده، نشسته یا در حال راه رفتن تنها هستند و تمام توجهشان به صفحه دستگاه‌های همراهشان معطوف است. اما این پرسش برای من مطرح است که آیا آنان در معنای عمیق‌تر واقعاً ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند؟ افزایش ارتباط پذیری الزاماً به معنای افزایش پیوند انسانی نیست. امروزه اطلاعات با سرعتی بسیار بیشتر و در حجمی به مراتب گسترده‌تر منتشر می شود. اما این افزایش بی‌حساب و اندازه اطلاعات می تواند به معنای خطاهای بیشتر، اغراق بیشتر، اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و تبلیغات جهت‌دار نیز باشد. شاید جهان اکنون بر صفحه لپتاپ‌های ما حاضر باشد، اما حقیقت درباره جهان ممکن است هر روز از ما دورتر و دورتر شود. مشکل از همگسیختگی در جهان امروز مشکل تنوع نیست. تنوع به خودی خود باید سرچشمه‌ای برای غنا و بالندگی باشد. مشکل زمانی آغاز می شود که عناصر گوناگون هر یک در مسیر جداگانه خود حرکت کنند و پیوندهایی که ما را با وجود همه تفاوت‌هایمان به یکدیگر متصل می‌سازد به تدریج سست و ضعیف گردد. بیش از حد لازم جهان ما هر روز پیچیده‌تر می‌شود. در برابر این پیچیدگی برخی وسوسه می‌شوند که خود را از آن دور نگه دارند. ما به سادگی‌های خود، به حوزه‌های تخصصی خود و به محیط‌های آشنای خویش پناه می‌بریم، زیرا در آنها احساس آرامش بیشتری می‌کنیم. همان گونه که بارها گفته شده است، گاه این خطر وجود دارد که هرچه بیشتر درباره هرچه کمتر بیاموزیم. در نتیجه، شکاف‌های عمیق دانشی شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد. اما خطر بزرگتر آن است که این شکاف‌های دانشی به شکاف‌های همدلی تبدیل شود. تلاش برای حفظ روحیه همدلی و گشودگی نسبت به دیگری در جهانی که هر روز متنوع‌تر می‌شود، مبارزه‌ای همیشگی و از بنیادی ترین مسئولیت‌های همه ماست. خطر آن است که فاصله در شناخت به فاصله در همدلی بیانجامد. همین موضوع محور اصلی سخنرانی من در سال 1996 بود. در آن زمان درباره شکاف عظیم دانشی یا شاید بتوان گفت شکافی نزدیک به نادانی میان جهان اسلام و جهان غیر مسلمان سخن گفتم. از آن زمان تا کنون بی تردید در این زمینه نشانه‌هایی از پیشرفت امیدوار کننده نیز دیده شده است. از جمله تلاش‌های ارزشمند دانشگاهی در همین دانشگاه براون، به ویژه برنامه برجسته علوم انسانی دیجیتال اسلامی شما. اما از بسیاری جهات آن شکاف دانشی نه تنها کاهش نیافته، بلکه عمیق‌تر نیز شده است. سالهاست که پیشبینی‌هایی درباره رویارویی یا برخورد اجتناب ناپذیر میان غرب صنعتی و جهان اسلام مطرح می‌شود.
این پیشبینی‌ها به ویژه پس از رویدادهای اندوهبار 11 سپتامبر و دیگر حوادث خشونت‌آمیز بیش از پیش گسترش یافت. اما بیشتر مسلمانان چنین نگاهی ندارند. تنها اقلیتی بسیار افراطی چنین می‌اندیشند. برای اکثریت مسلمانان در آموزه‌های دینی ما تقریباً هیچ چیز وجود ندارد که با دیگر ادیان ابراهیمی یعنی مسیحیت و یهودیت در تضاد بنیادی باشد. بلکه آنچه میان ما مشترک است بسیار بیشتر از آن چیزی است که موجب اختلاف می شود. چه بر سر آن سنت اسلامی آمده است که می آموخت نزدیکترین دوستان ما می توانند پیروان دیگر ادیان ابراهیمی باشند. همان کسانی که در قرآن از آنان با عنوان اهل کتاب یاد شده است. مردمانی که ایمانشان همانند ایمان ما بر پایه وحی الهی و یکتاپرستی استوار است. البته بخش عمده تصویری که غرب در سالهای اخیر از جهان اسلام دیده است، از دریچه رسانه‌هایی بوده که بیشتر بر بی‌ثباتی، خشونت و رویارویی تمرکز داشتند. در نتیجه، آنچه در جهان اسلام امری کاملاً استثنایی و غیر عادی است، اغلب به اشتباه به عنوان وضعیت عادی و رایج تلقی می شود. اما همین امر دلیل قوی‌تری است تا از هر سو تلاش کنیم جهل آمیخته با ترس را با شناختی آگاهانه و همدلانه جایگزین سازیم. در طول قرن‌های متمادی، تمدن‌های بزرگ اسلامی بر پایه اصل فراگیری و شمولگرایی بنا شده بودند. در بزرگترین مراکز علمی جهان اسلام، برجسته‌ترین اندیشمندان و خلاق‌ترین شخصیت‌ها از گوشه و کنار جهان، فارغ از وابستگی‌های قومی یا دینی، گرد هم آورده می‌شدند تا در کنار یکدیگر به دانش و فرهنگ خدمت کنند. نیاکان من، فاطمیان، بیش از 1000 سال پیش یکی از کهن‌ترین دانشگاه‌های جهان یعنی الازهر را در قاهره بنیان نهادند. در عرصه‌های گوناگون دانش، از ریاضیات و ستاره‌شناسی گرفته تا فلسفه و پزشکی، دانشمندان مسلمان مرزهای دانش بشری را گسترش دادند و پیشگام پیشرفت علمی جهان شدند. آنان همتای اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو، گالیله و نیوتن بودند. با این همه، امروزه نام بسیاری از آنان در غرب به ندرت شناخته شده است. برای نمونه، چه تعداد از مردم نام محمد ابن موسی خوارزمی، ریاضیدان بزرگ ایرانی را می‌شناسند؟ همان دانشمندی که حدود 1200 سال پیش الگوریتم را بنیان نهاد. مفهومی که امروزه اساس فناوری موتورهای جستجو را تشکیل می‌دهد. گاه با خود می‌اندیشم که اگر خوارزمی الگوریتم خود را ثبت اختراع یا مشمول حق نشر کپی رایت کرده بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ سعی کردم پیامدهای آن را تصور کنم. نخستین پیامد این بود که وکلای حقوق مالکیت فکری در سراسر جهان یا میلیاردر می‌شدند یا کاملاً ورشکسته. کسانی که پرونده‌های نقض کپی رایت را به دست می‌گرفتند، ثروتمند می‌شدند و دیگران باید با حرفه خود خداحافظی می‌کردند. دوم اینکه احتمالاً نام بسیاری از برنامه‌ها و خدمات رایانه‌ای تغییر می‌کرد. اگر این نام‌ها تغییر می‌یافت، یا نام‌هایی با ریشه‌های اسلامی پیدا می‌کردند یا همان نام‌های کنونی را حفظ می‌کردند. اگر نام‌های اسلامی بر آنها گذاشته می‌شد، احتمالاً به زبان‌های عربی، ترکی، فارسی یا اردو می‌بود و در آن صورت شاید بسیاری از شما حتی نمی‌توانستید آنها را درست تلفظ کنید. و اگر همان نام‌های امروزی حفظ می‌شد، احتمالاً در کشورهای در حال توسعه به شیوه‌های متفاوتی نوشته یا چاپ می‌شد. و همه می‌دانید که گاهی نوشتن واژه‌های انگلیسی در برخی از این کشورها چه نتایج جالبی به همراه دارد. در آن صورت شاید توییتر به توییت تبدیل می‌شد، گوگل به گیگل و دوست خوب ما بیل گیتس. خب، آن وقت دیگر باید پایان کار بیل گیتس را اعلام می‌کردیم. اما نمی‌توان همیشه کاملاً جدی بود. گاهی هم انسان دوست دارد اندکی بخندد. اما اکنون باید دوباره به موضوعات جدی بازگردم، زیرا قرار است این یک سخنرانی جدی باشد. در جهان اسلام
همان گونه که در خارج از آن نیز چنین است، بخش بزرگی از تاریخ، فرهنگ و هنر ما در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته و در نتیجه درک روشن از تنوع و گوناگونی جهان اسلام نیز تا حد زیادی از میان رفته است. یکی از پیامدهای این سوء برداشت، افزایش درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه در کشورهایی مانند پاکستان، مالزی، عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، سومالی و افغانستان است. درگیری میان شیعه و سنی به یک فاجعه واقعی تبدیل شده است. اما حقیقت تلخ آن است که دشمنی و نابردباری دینی چه میان ادیان و چه در درون یک دین در بسیاری از بحران‌های خشونت‌آمیز و بی‌ثباتی‌های سیاسی در سراسر جهان نقش دارد. از جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی گرفته تا نیجریه، میانمار، فیلیپین، اوکراین و بسیاری نقاط دیگر. بی تردید این دشمنی‌ها تاریک‌ترین جلوه همان نیروهای گریز از مرکز و تفرقه افکنی هستند که پیشتر درباره آنها سخن گفتم. پس چگونه میتوان به این گرایش‌ها پاسخ داد؟ پاسخی که امروز بر آن تاکید می‌کنم، تجدیدی اندیشمندانه و آگاهانه در تعهد ما به مفهوم کثرت‌گرایی، پلورالیسم و نیز به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه مدنی است. تعهد به کثرت‌گرایی بر این باور بنیادین استوار است که همه انسان‌ها اعضای یک خانواده واحد انسانی هستند. آیا قرآن کریم نمی‌فرماید که همه انسان‌ها از یک نفس واحد آفریده شده‌اند؟ در جهانی که هر روز بیش از پیش رنگ و بوی جهانی و چند فرهنگی به خود می‌گیرد، ضروری است که بر پایه یک اخلاق جهان وطنی زندگی کنیم. اخلاقی که بتواند میان ارزش‌های خاص هر جامعه و ارزش‌های مشترک انسانی تعادل برقرار کند. هم به حقوق بشر احترام بگذارد و هم به مسئولیت‌های اجتماعی، هم آزادی فردی را پاس بدارد و هم مسئولیت پذیری انسان را. در چنین فضایی است که میتوان پیوندهای اعتماد را میان ملت‌های گوناگون و افراد با پیشینه‌های متفاوت استوار ساخت. اگر تنوع روزافزون جهان حتی در عرصه دین و ایمان به عنوان موهبتی الهی پذیرفته شود، آنگاه تفاوت‌ها نه تهدید بلکه فرصتی برای رشد خواهند بود، نه باری بر دوش انسان بلکه نعمتی ارزشمند. این موضوع ما را به یکی از مهمترین چالش‌های حکومتداری در روزگار ما می‌رساند. چگونه می‌توان جوامع پیچیده امروزی را به گونه‌ای سازمان داد که با وجود افزایش تنوع همچنان از هماهنگی، انسجام و پیشرفت برخوردار باشند؟ این پرسش‌ها همواره دشوار بودند و امروز نیز آسان‌تر نشده‌اند. همان گونه که می‌دانید، این پرسش‌ها در نخستین سال‌های تاریخ ایالات متحده نیز بسیار دشوار بودند. زمانی که 13 مستعمره پیشین می‌کوشیدند قانون اساسی جدیدی برای کشور خود تدوین کنند. جورج واشنگتن که ریاست مجمع تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، در سال 1790 تنها 1 سال پس از آغاز ریاست جمهوری خود به این دانشگاه آمد. در زمانی که دانشگاه براون تنها 25 سال از تأسیسش می‌گذشت. او برای گرامی داشته پذیرش قانون اساسی جدید ایالات متحده از سوی ایالت رود آیلند که آخرین ایالت از 13 ایالت اولیه بود که آن را تصویب کرد، به شهر پراویدنس سفر کرد. هدف این دیدار جشن گرفتن پایان فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی بود. شاید برخی از شما این موضوع را از روی لوح یادبودی که هنوز بر دیوار ساختمان یونیورسیتی هال در محوطه اصلی دانشگاه براون نصب است بدانید. همانجا که واشنگتن در آن روز همراه با رئیس دانشگاه قدم زد. اتفاقاً به من گفتند که هنگام ورود واشنگتن با شلیک توپ‌ها، به صدا درآمدن ناقوس‌ها و فضایی آکنده از احترام و وقار از او استقبال شد. درباره توپ‌ها و ناقوس‌ها اطمینان ندارم، اما به عنوان مهمان این دانشگاه می توانم با اطمینان شهادت دهم که آن روحیه احترام، ادب
و وقار تا امروز هیچ تغییری نکرده است. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. سفر جورج واشنگتن به شهر پراویدنس لحظه‌ای با اهمیت تاریخی و قانون اساسی بود. پرسش‌هایی که امروز مطرح کرده ایم، یعنی چگونه می‌توان از یک سو با نیروهای گریز از مرکز و گرایش‌های تفرقه افکن روبرو شد و از سوی دیگر ضرورت‌های همبستگی ملی و حکومتداری مؤثر را حفظ کرد، در آن زمان نیز از مهمترین دغدغه‌های واشنگتن بود و در سراسر دوران فعالیت سیاسی او جایگاهی محوری داشت. پس از 8 سال مواجهه با این چالش‌ها به عنوان نخستین رئیس جمهور ایالات متحده، او این موضوع را به محور اصلی سخنرانی مشهور خداحافظی خود تبدیل کرد. واشنگتن می‌گفت بیش از هر چیز نگران آن چیزی است که آن را روحیه جناح‌گرایی می‌نامید. روحیه‌ای که می‌تواند احساس ملت بودن و همبستگی دموکراتیک را تضعیف کند. او جناح‌گرایی را نیرویی توصیف می‌کرد که دشمنی میان بخش‌های مختلف جامعه را شعله‌ور می‌سازد و این خطر را به وجود می‌آورد که اقلیتی کوچک اما زیرک، سازمان یافته و جاه طلب خود را بر منافع کل جامعه برتری دهد. به باور او چنین وضعیتی به شکاف‌های عمیق و هراس‌انگیزی می‌انجامد. شکاف‌هایی که مردمانی را که باید در کنار یکدیگر باشند نسبت به هم بیگانه می‌سازد. این تهدیدها علیه همبستگی اجتماعی و برهم خوردن توازن از گذشته تا کنون یکی از اساسی‌ترین چالش‌های حکومتداری چه در ایالات متحده و چه در دیگر نقاط جهان بوده است. امروز نیز این مسائل با شدتی بیشتر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. شاید شگفت‌انگیز به نظر برسد، اما تنها در 10 سال گذشته 37 کشور قانون اساسی خود را تدوین یا بازنگری کردند و 12 کشور دیگر نیز به تازگی این مسیر را آغاز کردند. این بدان معناست که نزدیک به 1/4 کشورهای عضو سازمان ملل متحد در حال بازاندیشی درباره همین مسائل بنیادین حکومتداری هستند. از میان این کشورها نزدیک به 49 کشور دارای اکثریت جمعیت مسلمانند. روشن است که بسیاری از جوامع مسلمان در جستجوی شیوه‌های تازه‌ای برای سامان دادن به نظام‌های سیاسی و اجتماعی خود هستند و بدیهی است که برای این چالش یک نسخه واحد و مناسب برای همه وجود ندارد. طبیعی است که نتایج این تلاش‌ها گوناگون و متفاوت خواهد بود. این فرایند خلاقیت برجسته‌ترین اندیشمندان علوم سیاسی و حقوقی جهان را به چالش خواهد کشید. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت این تحولات بیش از پیش بر دوش نسل جوان، تحصیل کرده و توانمند از زنان و مردان خواهد بود. البته به شرط آنکه نظام‌های سیاسی فرصت حضور و نقش‌آفرینی آنان را در عرصه رهبری و تصمیم‌گیری فراهم سازند. این مسائل مربوط به حکومتداری امروز صادقانه باید گفت که به دغدغه جهانی تبدیل شدند. من بر این باورم که دانشگاه‌های بزرگ جهان و به ویژه دانشگاه براون می توانند نقشی بسیار خلاقانه و اثرگذار در پاسخگویی به این چالش‌ها ایفا کنند. همان گونه که اشاره کردم، چالش اصلی ایجاد توازن میان ارزش‌ها و منافع گوناگون است. برای نمونه، احترام به اهمیت سنت‌های دینی و اخلاقی در کنار پاسداشت آزادی اراده و انتخاب فردی انسان‌ها. ایجاد تعادل میان نقش حکومت مرکزی و خواسته‌های مناطق و استان‌ها، آشتی دادن منافع شهر و روستا و در عین حال فراهم ساختن زمینه برای تغییرات دموکراتیک همراه با حفظ تداوم و ثبات نهادهای حکومتی. بی تردید طراحی چارچوب‌های نوین حکومتداری کار آسانی نیست، اما دستیافتنی است. برای مثال، تنها 3 سال و نیم پیش در کنیا قانون اساسی جدیدی با رأی موافق 2/3 رأی دهندگان به تصویب رسید که اختیارات گسترده‌ای را از دولت مرکزی به 47 دولت محلی کانتی واگذار کرد. همچنین تنها چند هفته پیش از این سخنرانی
در تونیزیا، قانون اساسی جدیدی که با حمایت 94% اعضای منتخب مجلس مؤسسان تصویب شد، ضمن تأکید دوباره بر هویت اسلامی دولت تونس، از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های دینی و قومی نیز حمایت کرد. در این نمونه‌ها و نیز در کشورهایی مانند بنگلادش، یکی از مهمترین عوامل سازنده و مثبت قدرت و پویایی جامعه مدنی بوده است. این موضوع شایسته توجهی جدی است و خوشحالم که امروزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پژوهش‌های پیشگامانه و ارزشمند واتسون اینستیتوت فور اینترنشنال اند پابلیک افیرز در دانشگاه براون. منظور من از جامعه مدنی مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌هایی است که به صورت خصوصی و داوطلبانه فعالیت می‌کنند، اما هدفشان خدمت به منافع عمومی و ارزش‌های والای اجتماعی است. این نهادها شامل سازمان‌های فرهنگی، علمی، پژوهشی، اقتصادی، کارگری، قومی و دینی و همچنین انجمن‌های حرفه‌ای گوناگون می‌شوند. رسانه‌ها و مؤسسات آموزشی نیز بخشی مهم از جامعه مدنی به شمار می‌آیند. به باور من، نتیجه اساسی این است که موفقیت جوامع دموکراتیک در نهایت تنها به وجود دولت‌های دموکراتیک وابسته نیست. گستردگی، پویایی و کیفیت جامعه مدنی عاملی خواهد بود که نقشی بسیار تعیین کننده در آینده این جوامع ایفا می‌کند. جامعه مدنی با کیفیت بر 3 پایه اساسی و حیاتی استوار است. 3 پایه اساسی جامعه مدنی عبارتند از تعهد به کثرت‌گرایی، پلورالیسم، اینترنتی، گشودگی به شایسته سالاری و پذیرش کامل آنچه پیشتر از آن به عنوان اخلاق جهان وطنی یاد کردم. صداهای جامعه مدنی باید بازتاب دهنده و بیانگر پیچیدگی روزافزون جامعه باشند، نه به صورت اجزای پراکنده و جدا از یکدیگر، بلکه به عنوان نهادهای متنوعی که در پی تأمین خیر و منفعت همگانی‌اند. من بر این باورم که صداهای جامعه مدنی می توانند از نیرومندترین نیروهای اثرگذار در عصر ما باشند. آنجا که تغییرات ضروری به تأخیر افتاده است، آنان می توانند صدای تغییر باشند. آنجا که مردم در هراس زندگی می کنند، آنان می توانند پیام‌آور امید باشند. بی تردید یکی از نیروهای محرکه‌ای که شکلگیری یک جامعه مدنی توانمند را ممکن می‌سازد، آمادگی شهروندان برای وقف کردن استعدادها، توانایی‌ها و انرژی خود در خدمت خیر عمومی است. آنچه در این مسیر لازم است، روحیه‌ای عمیق از خدمت داوطلبانه است، اصلی که در فرهنگ شیعه اسماعیلی جایگاهی ارزشمند دارد. و می‌دانم که در دانشگاه براون نیز بسیار مورد احترام است. پیشرفت زمانی امکان پذیر می‌شود که نیازهای متنوع و گوناگون هر جامعه با مشارکت‌ها و توانمندی‌های متنوع همان جامعه پاسخ داده شود. در حقیقت، جامعه مدنی نیز بر همین اصل استوار است. به همین دلیل، دانشگاه‌های بزرگ با برنامه‌های آموزشی و پژوهشی گسترده و متنوع خود می‌توانند سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه جامعه مدنی با کیفیت، نه تنها در کشورهای خود، بلکه در سراسر جهان باشند. و بار دیگر، دانشگاه براون نمونه‌ای برجسته از این نقش‌آفرینی است. شاید بزرگترین چالشی که در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی با آن روبرو هستیم، مسئله پیشبینی پذیری باشد. اینکه بدانیم چه تغییراتی در آینده پدید خواهد آمد و بتوانیم تشخیص دهیم که در هر شرایط کدام راه حل‌ها بیش از دیگر گزینه‌ها کارآمد خواهند بود. اما باز هم باید گفت که پیشرفت امکان پذیر است، به شرط آنکه مسائل پیچیده با دانش و تخصص، تحلیل‌های دقیق، ظریف و عمیق بررسی شوند. تحلیل‌هایی که از جزم‌اندیشی و تعصب بدور باشند و بر آنچه من شناخت همدلانه می‌نامم استوار شوند. چنین فرایندی بیش از همه در جوامع باز و شایسته سالار تحقق می‌یابد. جوامعی که
در آنها مسئولیت‌ها بر پایه شایستگی و توانایی افراد واگذار می‌شود. همچنین این هدف زمانی بهتر محقق خواهد شد که ظرفیت‌های علمی و فکری دانشگاه‌های بزرگ جهان مانند دانشگاه براون به کار گرفته شوند. یکی از ارزش‌های بنیادین سنت شیعه اسماعیلی باور به قدرت دگرگونساز عقل و اندیشه انسانی است. همین باور تعهد عمیق شبکه توسعه آقاخان AKDN را به آموزش و پرورش در همه سطوح و در هر کجا که فعالیت می‌کند شکل داده است. این فعالیت‌ها شامل آگاخان یونیورسیتی که اکنون بیش از 30 سال از تأسیس آن می‌گذرد، یونیورسیتی آف سنترال ایژیا، شبکه آقاخان اکادمیز در مقاطع ابتدایی و متوسطه و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه رشد و پرورش کودکان در سالهای نخست زندگی است. دانشگاه آقاخان در کراچی و شرق آفریقا امروز در حال ایجاد یک دانشکده جدید علوم و هنرهای آزاد، لیبرال آرتس است و همزمان 8 دانشکده جدید تحصیلات تکمیلی را نیز بنیان می‌گذارد. مایلم بر اهمیت هر دوی این